احتمالاً برای یه بار هم که شده وینی د پو یا همون خرس زردی که عسل میخوره رو دیدید. جالبه بدونید که هر شخصیت داخل این انیمیشن بیانگر یه درد و مریضیه. پیگلت یا همون خوک کوچولوی ما دچار اضطراب شدیده. ایور یا الاغ غمگینمون افسردگی داره چون هیچ وقت نمیتونه احساسات مثبتی داشته باشه. خرگوش داستانم خیلی به باغش وابسته است که نشون دهنده وسواس فکری عملیه که بهش میگن OCD. اون جغدم که همیشه تو نوشتن و خوندن اشتباه داره نشونه ای از اختلال خوندن یا دیسلکسیا داره. ننه کانگورو هم دچار اضطراب اجتماعیه. بچه‌ش هم یه نشونه ای از اوتیسم داره. اون ببرم که نمیتونه یه لحظه یه جا وایسه بیش‌فعالی داره. و اما خود وینی د پو هم به خاطر میل بیش از حدش به خوردن عسل نشونه‌ای از اختلال خوردن داره. و اما یه شخصیت رو جا میذاریم، کریستوفر رابین که میتونه با همه حیوونا حرف بزنه. خب جالبه بدونید که ایشون هم اسکیزوفرنی دارن.